سلام دوستان عزیزم، به چنل من خیلی خوش اومدید. موضوع امروز ما راجع به اعتماده. آیا این شخصی که توی زندگی شماست فرد قابل اعتمادی هست یا نه؟ قبل از اینکه فالو شروع کنم یه توضیح کوتاه بگم که این فال بیشتر برای چه اشخاصی هست. اگه شما رابطتون خیلی کوتاه مدته، مثلا چند روز این آدمو میشناسین، اصلا به نتیجه این فال خیلی اتکا نکنید بگین خب دیگه پس چون مورد اعتماده دیگه هر چی شد هر چی گفت اوکی. اگه رابطتون حالا یه مدتی ازش گذشته، میشناسینش ولی هنوز نتونسته خودش رو به شما ثابت کنه و اعتماد شما رو جلب کنه، این فال برای شماست. میریم برای بر زدن. با توجه به کارت هایی که اومده، این چیزی که مشخصه، بله من برای اکثر شما میبینم که این آدمیه که میشه بهش اعتماد کرد، چون که کارت های اول و کارت های آخر ما کارت های مثبتی هستن. این وسط یه سری مشکلات من دارم میبینم. برای هر کدوم از شما یک اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که این شخص مقابل شما یه شخصیتیه که عشقشو احساسشو نمیتونه زبونی بیان کنه. همین موضوع باعث میشه که شما خیلی بهش اعتماد نکنید. میگی شاید منو دوست نداره، شاید با یکی دیگه است و باعث میشه که فکرای مختلفی بیاد تو ذهنتون. برای یه سری دیگه اعتماد به نفس ندارین. مثلا اون شخص مقابل میگه من با دوستام میرم بیرون. از موقعی که این آدم میره بیرون انقدر زنگ بهش میزنین، کلافه میکنین و یه جورایی در کل بهتون بگم انقدر به این آدم شک میکنید که شک خودتون باعث میشه این آدم رو دور کنید. به خاطر شکاک بازی های مداوم از شما دور میشن و رابطتون سرد میشه. برای یه سری دیگه‌تون کلا جریان متفاوته. این شخص یه شغلی داره که خیلی با آدم‌ها در ارتباطه، خصوصا با آدمای جنس مخالفش، و همین باعث میشه که شما همیشه نگران باشید. همه فکر و ذکرتون نگرانیه. یه سری هم که شخص مقابلتون راه دور کار میکنه و یه مسافت طولانی بینتون هست که همین راه دور باعث شده که شکاتون زیاد بشه. برای 90% شما نمیبینم که این شخصیت منفی باشه یا بخواد خیانت بکنه یا چیز. نگرانی شماست که اکثرا بیهوده است. پس با رفتارتون باعث نشین که این رابطه به این خوبی الکی خراب بشه. خب بچه‌ها، فال امروزمون تموم شد. برای اینکه ویدیوهای بعدی منو از دست ندین حتما سابسکرایبم کنین، دنبالم کنین. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.